Ya Allah. Salam. Ay yorulmayasınız. Allah bazarınızı bərəkətliləsin inşallah. Bəh, 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 bəh. Binab kebabı deyirlər bu da ha. در بین غذاهای سنتی ایران کباب از غذاهای مطرح است که در این میان کباب بناب شهرت خاصی دارد. عوامل زیادی باعث شده است که کباب بناب شهرت پیدا کند. شهرت کباب بناب به 100 سال پیش برمیگردد و معروف است که شخصی به نام حاج صمد کشاورز که در بازار مغازه‌ای داشته و آشپز بوده است، در شهرت یافتن کباب بناب نقش داشته است. همچنین در شهر بناب به وجود آمدن کاروانسراها، حضور مسافران و استراحت آنها در کاروانسراها نیز باعث شهرت یافتن کباب بناب گردیده است. در تهیه کباب بناب از گوشت گوسفندانی که در دامنه‌های سرسبز سحند پرورش یافته‌اند استفاده می شود. این گوشت به صورت چرخ کرده استفاده نمی شود، بلکه بر روی تخته‌های خاصی که از چوب درخت گردو تهیه شده است، با ساطور آنقدر بر روی گوشت کوبیده می شود تا گوشت نرم گشته و آماده تهیه کباب شود. در تهیه این کباب از جوش شیرین استفاده نمی شود. پیازی که به این کباب اضافه می شود به صورت سنتی خرد می گردد و رنده نمی شود. به هر حال شهرت کباب بناب مسافران زیادی را از جای ایران به این شهر دعوت نموده است تا طعم این کباب را تجربه نموده و به حق قضاوت کنند که شهرت این کباب به خاطر طعم لذیذ آن است.